يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. در درس اشتم و آخری از کتاب الدلائل في موالاة اهل الشرك رسیدیم به الدلیل التاسع عشر، دلیل 19. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لا تجد قوما نمیافی قوم را یؤمنون بالله که ایمان به الله داشته باشن و الیوم الاخر و به روز آخرت ایمان داشته باشن، یودون من حاد الله و رسوله که اینا دوستی بکنن با کسایی که دشمنی با الله و رسولش میکنن، ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو که اینا پدرانشان باشن یا پسرانشان باشن یا برادرانشان باشن یا اقاربشان باشن و خویشاوندانشان باشن. فاخبر تعالی، پس الله سبحانه و تعالی خبر داد که انک لا تجدو، که تو نمیافی کسی را که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشه که اینا دوستی بکنن به امرای کسانی که اونا دشمنی با الله و رسولش دارن، ولو که اینا بسیار از اقاربشان باشه. و هذا مناف للایمان مضاد له، این کار در تضاد با ایمان قرار داره و ضد ایمان است، در منافات ازی هست. لا یجتمع هو والایمان، این جمع نمیشه ای دوستی با دشمنای الله به امرای ایمان به الله، الا کما یجتمع الماء و النار، مگر ای که همین قسمه که جمع نمیشه آب و آتش جمع میشه نمیشه. از این خاطر دوستی با دشمنای الله به امرای ایمان به الله یک جای جمع نمیشه. وقد قال الله تعالى في موضع آخر، الله سبحانه و تعالی در جای دیگه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، ای مؤمنان نگیرین پدرانتان را و برادرانتان و اخوانکم برادرانتان را اولیاء دوستایتان، این استحب الكفر علی الایمان، وقتی که اینا ترجیح میتن کفر بر ایمان، و من یتولهم، و هر کسی که با اینا دوستی کرد و از اینا دفاع کرد منکم از شما، فاولئک هم الظالمون، اینها از جمله ظالمان هستند. ففي هاتین الآیتین، میگه در دو آیت شریف که است البیان الواضح، بیان آشکارا است که انه لا عذر لاحد، حذر نیست برای هیچ کسی فی الموافقت علی الکفر، در موافقت بر کفر، خوفا علی الاموال، به خاطر ترس به مالش یا پدرایش یا فرزندایش یا همسرایش یا خویشاوندایش و امثال ازی، مما یعتذر به کثیر من الناس، که عذر خواهی میکنن به آن بسیاری از مردم، این عذرشون نمیتونه. اذا كان لم يرخص لاحد في مودتهم، وقتی که رخصت و اجازه نداد، لم یرخص، رخصت داده نشد برای هیچ کسی در دوستی از اینا و گرفتن از اینا دوستان، یعنی رخصت برای مودتشان که امرای از اینا مودت بکنن و یا اینا را دوستای خود بگیرن به خوفا منهم و ایثارا لمرضاتهم، یا به خاطر ترس از ایشان یا به خاطر ای که مثلا رضایتشان را جلب بکنه. فکیف بمن اتخذ الكفار الاباعده، پس چطور هست که کسی حالت از او چی خواهد بود که کسایی که کافرایی که دور هستن، یعنی وقتی که برای او کسایی که از اقارب از پدر و برادر و از خودگی و اقارب هستن اجازه دادن نشد که امرای از اینا دوستی نکنین وقتی که اونها دشمنی با الله میکنن. پس میگه بازخی کسی که دور مردم هم میگیرن، کسایی که دور هستن اونا را اولیاء و اصحاب خود میگیرن.
و با امرای و اظهر لهم الموافقت علی دینهم، باز بر از اونها موافقت اظهار میکنه به دینشان، خوفا علی بعض هذه الامور و محبتا لها، به خاطر ترس به بعض از این اموری که گفته شد یا محبت به خاطر ازی. و من العجب استحسانهم لذلك، که جای بسیار تعجب است که باز اینا ایره خوب میدانن، و استحلالهم لهم هم تعجب است که ایره حلال میدانن. فجمعوا مع الردة، اینا میگه جمع کردن به امرای ارتداد استحلال المحرمه، یعنی هم مرتد شدن هم یک چیز دیگر رو جمع کردن که اونا حرامه حلال کردن. این دیگه گناهی بزرگتری از اینا. الدلیل 20، دلیل 20، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا، الله متعال میگه که ای مؤمنان لا تتخذوا، نگیرین عدوی دشمنی مرا، نگیرین دشمن مرا، و عدوکم، و دشمن خودتان اولیاء دوستان، تلقون الیهم بالموده، که شما بر از اونا مودت میکنین و محبت میکنن. الى قوله، تا قسمت آیت شریف که و من یفعله منکم، هر کسی از شما که کار کرد فقط ضل سواء السبیل، از راه راست گمراه شده است. فاخبر تعالی، پس الله سبحانه و تعالی خبر داد که ان من تولی اعداء الله، هر کسی که دوستی کرد و دفاع کرد از دشمنای الله، و این کانوا اقربا، اگر چی اینا از اقاربشان باشن، فقط ضل سواء السبیل، ای از راه درست گمراه شده، یعنی اخطا الصراط المستقیم، از راه راست ای به خطا رفته، و خرج عنه، از این خارج شده، الى الضلال، به طرف گمراهی. فاین هذا ممن یدعی انه على الصراط المستقیم لم یخرج عنه، و پس میگه کسی ای باز فاین هذا، پس این سخن باز در کجا هست؟ من یدعی، از کسانی که ادعا میکنه که او به راه راست است و از او خارج نشده، با وجود که همی کارا را کرده. فاین هذا تکذیب لله، این تکذیب هست به الله. و من کذب الله فهو کافر، کسی که الله را تکذیب میکنه او کافر است. و استحلال لما حرم الله، و حلال دانستن چیزی هست که او را الله حرام کرده. من ولایت الکفار، از دوستی کافران. و من استحل محرما، و هر کسی که یک چیز حرام را حلال بدانه فهو کافر، پس ای کافر است. ثم ذکر تعالی شبهة من اعتذر بالارحام والاولاد، باز الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه شبهه که کسانی که عذر میکنن به خاطر ارحام، به خاطر ما با این کار به خاطر صله رحم میکنیم یا به خاطر اولاد میکنیم. فقال، میگه الله متعال گفت که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، بر شما منفعت نمیرسانه ارحامتان، کسایی که همراه از اونا ارتباط رحم دارین، ولا اولادکم، و نه هم اولادهای شما بر شما منفعت میرسانه. یوم القیامتی یفصل بینکم، در روز قیامت در بین شما جدایی می شود. والله بما تعملون بصیر، الله با آنچه که میکنین بسیار بینا هست. فلم یعذر تعالی، پس عذر نداد الله تعالی من اعتذر بالارحام والاولاد، برای کسانی که اینا به خاطر صله رحم و به خاطر اولاد عذرخواهی کردن، والخوف علیها، و به خاطر ترس بالای از اینا، و مشقت مفارقتها، و به خاطر که برشان امی جدایی اقربا و جدایی اولادها بسیار انسان در مشقت و سختی میبرده. بل اخبر، بلکه الله خبر داد انها لا تنفع یوم القیامه، که امی منفعت نمیرسانه در روز قیامت. ولا تغنی من عذاب الله شیئا، و از عذاب الله هیچ چیز کم نمیکنه. کما قال تعالی فی الآیه الاخرى، مثل که الله سبحانه وتعالی در آیت دیگه میگه فاذا نفخ فی الصور، وقتی که در صور اسرافیل علیه السلام در این نفخ کرده شود، فلا انساب بینهم یومئذ، در بینشان نه نسبها باقی میمانند، ولا یتساءلون، و هم کسی از نسبش پرسان نمیشه. الدلیل الحادی والعشرون، و دلیل 21 چی هست؟ من السنة ما رواه ابو داود، آن حدیثی است که ابو داود روایت میکنه و غیره، و ابو داود رحمه الله و دیگر علما روایت میکنن از سمره بن جندب از نبی کریم صلی الله علیه و سلم که فرمود
من جامع المشرک و سکن معه فانه مثله. هر کسی که به امرای مشرکین اجتماع کرد، یک جای شد، به امرای از اینا سکونت کرد، اینا به امرای مثل از اونا می باشن. فجعل فی هذا الحدیث، در ای پسگردانی در ای حدیث، من جامع المشرکین اجتمع معهم، یعنی کسانی که امرای مشرکین اجتماع میکنن یک جای میشن، و خالتهم، و امرای از اونا خلط میشن، و سکن معهم، و امرایشان یک جای سکونت میکنن، مثلشان. فکیف بمن اظهر لهم الموافقت علی دینهم، پس حالت او کس چی خواهد بود که باز به امرای ازی، امرای کافرها باز موافقت به دینشان بکنه، و آواهم، اینا را معوا و جای بده، و اعانهم، و به امرای از اینا اعانت بکنه، بر از اینا خدمات لوجستیکی بکنه به کافرها، یا مثلا باز بر از اینا را کمک بکنه از دیگه نگاه فکری یا زبانی یا هر چیزی که واسش میرسه. فین قالوا خفنا، باز اگر اینا بگن که ما ولا ترسیدیم، قیل لهم کذبتم، برشان میگه شما دروغ گفتین. و ایضا فلیس الخوف بعذر، ترسیدن عذر نیست. کما قال تعالی و من الناس، و بعضی از مردم من کسانی هستند که یقولو میگویند که آمنا بالله، ما به الله ایمان آوردیم. فاذا اوذی فی الله، وقتی که برش یک ضرری به خاطر دین الله برسه، فجعل فتنة الناس كعذاب الله، امی امتحان مردم مثل عذاب الله فکر میکنه. فلم یعذر تبارک و تعالی من یرجع عن دینه، پس الله سبحانه و تعالی عذر نداد یا عذر نپنداشت کسی را که رجوع میکنه از دینش، عند العافیه و الخوف، در وقت ضرر رسیدن و در وقت ترس از دین خود رجوع میکنه، الله برش چی؟ عذر نداد. فکیف بمن لم یصبه اذی ولا خوف، باز حال از او چی خواهد بود کسی که نبرش ضرر رسیده و نبرش کدام ترس است. و انما جاء الی الباطل، مگر آمد بر باطل، محبتا له، به خاطر محبت بر باطل، و خوفا من الدوائر، و ترس ازی که باز تو وقت نشه که باز ای کافرها مثلا غلبه حاصل بکنن، باز سرمه بر ما کدام ضرر برسانن، چه وقت معلوم نیست. و الادله علی هذا کثیره، و دلائل به این مسئله بسیار زیاد است. و فی هذا کفایه لمن اراد الله هدایته، یا علم میگه دلائل بسیار زیاد است، ولیکن قدر دلائل کافی هست برای کسایی که الله هدایتش خواسته باشه. و اما من اراد الله فتنته و ضلالته، و اما کسی که الله برای امتحان از و فتنه از و گمراهی از اراده کرده باشه، کما قال تعالی، مثل که الله میگه ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، یقینا بالای کسانی که کلمه رب تو، حکم پروردگار تو بالای زنا حق شده، لا یؤمنون، ایمان نمی آورن. ولو جاءهم كل آیه، ولو جاءتهم كل آیه، اگر برشان تمام آیات بیاید، حتی تا چه وقت ایمان نمیارن؟ تا وقتی که یروا العذاب الامین، ببینن عذاب دردناک نه. و نسأل الله الکریم المنان، و سوال میکنیم، دست دعا بلند میکنیم به بارگاه الله که کریم هست و منان است، ان یحیینا مسلمین، که ما را زنده نگه بداره مسلمانا، آمین. و ان یتوفانا مسلمین، و ما را بمیرانه مسلمانا، آمین یا رب العالمین. و ان یلحقنا بالصالحین، و ما را ملحق بسازه به صالحه، آمین یا رب العالمین. غیر خزایا ولا مفتونین، که ما در خزی و در فتنه نباشیم، آمین یا رب العالمین. برحمته، برحمتش، و هو ارحم الراحمین. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم. با ختم درس اشتم این کتاب هم ختم شد، کتاب الدلائل فی موالات اهل الشرک، الحمدلله که ختم شد. و الله متعال ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.